ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хуш омадед мегӯям. Фарзанди ман наврас шуд. чикор кунам? Ин мавзӯи имрӯзаи печтоби замон аст ва фикр мекунам ки ҳоҷат ба шарҳи иловагӣ надорад ва албатта мо дар рафти барнома ба ҳамин саволи асосӣ ки унвони мавзӯи имрӯзаи мо аст ҷавоби мушаххас хоҳем гирифт. ва ина қабл аз суҳбати студия таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. аввал пурсиши афкори ҷомеаро ҳамроҳ тамошо мекунем. андешаи шаҳрвандонро гӯш мекунем вобаста ба мавзӯи имрӯза. сипас бармегардем ба суҳбати студия шурӯъ мекунем. марҳамат. نمیشد این گپی بچه که دیره رفته بچه گویی خودم میکنم گو دیگه تیزی کارو نمیکند وای خو اجازه ندادن نه اجازه دادن در کار نه زدنم در کار نه پروست گپ کدی گفتن در کار که بدنشونه توش کند همین این گوش درامده این گوش نبرد اکنون حاضر وقت بچه های تربیت جدا هم مشکل شده که عاطفی مکتبم عاطفی خانه‌ام بسیارتر اکنون چخگم شما توجه شد نشدکار به مسئولیتی شد نشدکار نی پدر و مادریم اکنون همه میگوید که معلم و بسته معلم و یک معلم نیده بسیاری وقتش خونش میگذراند بچه پدر و مادرم این با اکو سهمی خودش جدایم کلان گذاشته نشدکار هر یک بنده خدا خودش انصاف اشتیاد تمام خونش باشد در خونش باشد هزار تربیتش کنه همون خیش های در خونش باشد آدم میشه در خونش نباشد با هم بسپردیل میشه اهمیت دادن در کار بچه و کدام کارو مشغول وای کدام ساعت به کجا میرد پرسه ایستادن در کار یا بار نیم بار اپشتش پایدن در کار که وای انی همون جا میرد می یا که دیگر جا میرد می وای من پیش دوگانم به میرم یا پیش جورم به میرم میگویدم میبرود خدا میداند که با کدام کار مشغول میشه همین یک بار نیم بار همین گپشه سنجیدن در کار که همین راست گفتاس می یا دروغ گفتاس می این همه پدر و مادر زویسیده نگاه کردیم تربیت بچه همین زمانون یا که کدار نکرد خانمان نکرد همین اکنون هر روزه من تلفن رو برام دیگه بچه ها از یک 2 ساله 3 ساله هم تلفن رو تیم میگوید همین بچه ها همین زمانون یا که برفتاسی کن اما پیشتر تربیت نیست نکن تربیت خوش رو کردن در کار نه تربیتش من نگاه کردن در کار اهمیت دادن در کار تربیتش با من کاری خودم که دی اوره خیلی گشت دستی گفتن در کار نه بچه ها نقص اهمیت دادن در کار قدمش پایدن در کار که همین راست برود راست گوی شود هر خیلی سوالات داده بچه فهمیدن در کار که وای گپی راست گفتاس آیا دروغ گفتاس من ادگانت پرسیدم تو همینجا نرفتی یا تو همین کارا نکردی من همین فهمیدم گفته هر خیلی سوالات که بچه که بسیارتر اهمیت میدید حاضر سال زمانو و بچه جان شیرین فرزند کلام کردن جدایم قین شد زندگی ها وزبین شد بچه ها گوش میکند گوش نمیکند اهمیت بسیار برای فرزندا عموما خانه و اهمیت دادن در کار. خب من معلمه بسیار میخواستم که با شما اول صحبت کنیم. شما در مکتب میانه با نسل نورس درس میگوید. طبیعی است که هر یک کودک دوره مرحله های گوناگون گذشته را از سر میگذراند، گذشت سن و سالی را البته و هر نفر هر خیل به طور خود کسی سبک بار دیگری کمتر وزنین تر میگذراند همین دوره را. چرا به فکر شما؟ به فکر من تربیت اولا از عائله آغاز می‌یابد. اگر فرزند در عائله‌ای که وای همه جهت چی با مهر با یک عزت حرمت فرا گرفته باشد البته فرزندان این گونه عائله ها در مکتب هم در دیگر جایها هم در جایهای جمعیتی هم خود را اداره کرده می توانند. اگر در عائله نسبت فرزند بی‌پرواگی ظاهر نمایند یا بعضا می شود که والدین در مسافرت هستند پی تامین کردن جهت اقتصادی عائله به شهرهای روسیه می روند یا دیگر شهرها می روند تربیت اکثر نورسان به ذمه مادر کلان و باباها می مانند. آنها هم به فکر من همقدم زمان هستند لکن تا آنجایی که والدین خود فرزندان آنها را تربیت کرده باشند در آن سطح من دیده نمی توانم. می گویند که همون
هر آن سختگیری ها یا خود معامله هایی که خودی والدین به فرزندشون روا می‌دارند و به فرزند سخت نمی‌رسد، اما از آن بیبی بابا یا دیگران به فرزند به فکر من کمی مشکل تر می‌افتد و آنها برای خودشان آنقدر قبول نمی‌کنند ایرادها را. معلم فرض کردیم از سن 13 سالگی شاید من از صنف 7 تا صنف 10 یا حتی 11 تا 16 17 18 سالگی شما مشاهده کردید بین طالب علمان خودتون که واقعا هم یک نفر نسبتا همین سن و سال رو آرامتر گذرانده ایستاده است، دیگری کمتر دشوارتر، شاید به خودش هم مشکل است اثر گذراندن همین مرحله. مشاهده کردید بین طالب علمان شما بودن کمتر خوانندگانی که دشوارتر میگذراندن همین مرحله رو حالا هم به نظر میرسند، اما به همین طالب علمان هم یک راه و روشی معین را یافتن در کار. این مثلا این مشکل گذرانده ایستاده است، با وی هیچ گپ تاثیر نمی کند. بعضا موردها می شود که هم بهای دو میمانده که باشید ماندن گیرید، برای ما فرقش نیفته جواب میتن. خیلی همانها را هم یک با راه و روشی معین وارد کرده ایستاده، سخنهای جالب یافته، آنها را اگر ما وادار کنیم البته برای ما می‌درآیند. معلم بیاید روی راست میگم، همه معلمان همه آموزگاران از همین گونه چخیلی که شما گفتید رفتار میکنن با همین نورسان که واقعا کمتر دشوارتر همین مرحله را گذرانده ایستادن، یعنی با سخنهای نرمتر نسبتا آرامتر با طریق صحبت گفتگو کردن همه معلمان. البته یخیل نه. تشکر، سلامت باشید معلم. به فکر شما چی دخترکان همین مرحله را چخیل میگذرانند و پسرها چخیل میگذرانند؟ مشاهده کردید همین دوره نورسی را؟ از تجربه خودتون گویید. البته این من خودم صنف‌های 8 و 9 درس میگویم. این دخترها هم پسرها هم تاثیر خود را میگذارند. این ما میگوییم وقتی بهش نورس شدم بلاغت رسی میشد، نوگونی میشد، ما حرکت میکنیم اکن راهبرای صنف، پسیخولوژی یا اینکه آموزگاران ششته مصلحت میکنیم که همین صنف به همین دختر یا اینکه همین پسر بچه کمتر دیگرگونی شدگی مصلحت میکنیم، یا اینکه من خودم که درس دهنده باشم با رابطه صنفش البته این مصلحت میکنم که همین دخترک رو چگونه صحبت کنیم یا اینکه با حال خودش پرتافته نمیشد. آنها اگر با حال خودش پرتایم آنها همین راهی من درست بود است فکر میکنند که همین من معلمو گپم گذراندم یا اینکه رابطه صنفم با گپم گذراندم همین راه که میبروم میگم نصیحت کردن گپای خوشرو کن گپایی که با تمکین که نصیحت کنیم میشه. در همین مورد پدر و مادر بخصوص مادران بیشتر اکنون با مکتب تشریف می آورند. یاردمی پدر و مادر در کار می باشه. تکلیف میکنید، دعوت میکنید، با آنها صحبت میکنید، چه قبول میکنند همین شاید ایراد نه اندیشه های شما رو نسبت دخترشان؟ من درباره دخترها گفته استادم، حالا قبول کرده میتوانند؟ قبول کرده میتوانند، لیکن میگویند که البته مادران خوانند این فرزندی من دیگر خیلی معلومه نهاد همین جبه همین کار رو کند. ما اکن البته یه بار پدر و مادر خودشون که هم کار کرده میبینیم. مثلا هستند پدر و مادرانی که وقتی شما به مکتب دعوت میکنید فرزند آنها بخصوص اگر پسر بچه باشد و کمتر همین دوره رو وزن‌تر پس سر کرده ایستاده باشد میگویند که من هم از عهده تربیتش نبرآمده ایستادم. البته این رو پدر و مادر میگویند. زور اینکه گپی شما که معلمش گپی شما که دیگر خیلی شود. من میگم خانم نصیحت کرده استادیام میگویند حرکت میکنیم بعد از درس گرفته مونده همون بچه که صحبت یعنی خود پدر و مادران هم احتیاج دارند به چی میگوید اکنون به کمک هم روانی هم معنوی. البته برای چی نفر آرامتر میگذراند دیگری پرتلاطم همین دوره نورسی رو بخصوص هنگام به بلاغت رسی دوره گذریش رو برای چی به فکر شما و این حالتی کودک از محیط وابسته است، از تربیه وابسته است یا اینکه طبیعتش همین خیلی است بعضی از کودکان رو؟ وقتی که همون گذریش می شود از روی فیزیولوژی گوییم و کودک البته کشوده شده است و البته نورس شدگی دو گروه به جدا می شود همون نورسو. یک گروهی که قد و بحثش آماده شدگی خودش از روی قد و بحث نشان میدهد. دیگر گروهی که قد و بحث اقدر گوییم کلان نه و ها حرکت میکنه از طرف عقل خودش نشان دادن با.
یعنی که اینش هم معناش همون که همون یک دوره و کودک خودش یابو نشان داده نرخ خودش پیشی جامعه و فهمیدنش در کار همون برکت میکند کودک. این همه میشه. هر فرزند همین دوره گذریش به یک بار خودش نرخش برای فهمیدن حرکت میکند گویم کمتر از قالب بیرون برآمدن به. همین خیلی که گفتم اونایی که قد و بستش هست و نشان دادن ضروری نیست که خودش همین آوازی بلند که یک موشکش که خودش نشان میده تمام که جاش یافت. اونی که کمتر گویم کوچکتر هست و حرکت میکنه عقل که خودش نشان دادن بگیم بسیارتر پنج خانو اینقدر قد و بست دار نه و گویم یانا قدتر و عقل که نشان میده. این گروه هم رویش خودش که میبرد یک قبیله میشد که هم این گروه به تعلق نه هم وای گروه به تعلق نه. یعنی اونایی که قد و بستش هم اومد کردگی که عقلش هم اینقدر گویم با درجه نه. همون ها اساسا همین وقت به خودی که از یک گروه بیرون برآمدگی به خود حس میکنن. و هوا قد و بست دارو میگه که داو تو قد و بست مقبوین نه یک چیز میکند. نزد الله خانو روان گفت عقلش اینقدر کافی نه. همین ها بسیارتر زیق میشه دیگه عصبانی میشه. همون خیلی که معلم گفتن همین ها که علایده کار کردن در کار همه گفتن در کار که هیچی نه. دو نمود فرزند میشه تیرماهی بهاری تیز شده میشد و دهم یازدهم شد اما که همه علم دلش به میزند. تیرماهی سوسک شده میشد و زد و دهم یازدهم به علاقه پنج خون چهارم پنجم کورس به علاقه پیشی بازار خیلی که میگن تو تیرماهی سرس من نشاو انی تو ولی پیش به لیکن تو آوا هیچ فرقت نیست همه تون یخیل دو گوش دو چشم یک بینی دو پا یخیل خاطر نشاو یکم مسئله شد و دیدی که نشد نزیمان بیا صحبت میکنیم همین به خیلی که میگم پداگوژیک کار کردنش در کار. خود شما یک سوالی وزنی دادید معلم جواب دادن نتونستن همون معلم یخی میگفته نه همون معلم یخی نه خیلی که پنج برابر نه معلم ها هست که علمشون بقوت علم با درجه نگین پداگوگ نه 0 0 بخشش معلم ها هستن که خیلی پداگوگی نقص می بچه دلش میوند نگین گویم درجه قد بلند نه. وقتی که من یک مکتب تکلیف کردم گفتن که شما یک معلم که صحبت کنید ما این مکتب یک خصوصی شده ما گفتم معلم شدم ما گفتم از شما یک چیز طلب کرده میشه شد شما گاروارد تمام کردید می خوجند تمام کردید ماسک می فرق ندارد شما کودک دوست می‌دارید یا نه انا این ضرور اگر شما کودک بیگانه کودک خودتون با دوست دارید از شما معلم میبرد اگر شما 8 دیپلماتون باشید و کودک دوست ندارید نمیشه برای من اولین درجه کار معلمو باید کودک دوست دارد فرزند دوست دارد بعدم در کدام دوره که نباشد با البته زبانش میاد البته فهمو تشکر. البته اینجا طوری از آغاز گفته استادیم استاد واقعا هم ما میخواهیم نمیخواهیم هر نفر این مرحله رو اثر میگذراند هر یک کودک و هر کس به طور خود خیلی که از آغاز گفته استادیم شاید یکی آرام طبیعت آرامتر دیگری پرتلاطم میگذراند نسبتا وزنی‌تر هم به پدر و مادرش مشکلی پیش میآید هم به مکتب و معارف معلمان و در بعضی حالت نشاید در بعضی حالت ما میگوییم که واقعا هم عقلت رو کار فرما تو این کار رو کن اینش رو نکن این نقض است این گنده است و کودک در همون لحظه و نمیفهمد که کدام سخنی ما رو قبول کند یا چی چیز بد است و چی چیز نیک است یا خوب است عقلش هم شاید نمیگیرد همون وقت مثلا در مرحله همین گذریش سن و سالی بخصوص در دوره نورسی و در همین مورد حتی نه تنها معلمان پیش از همه خود پدر و مادران هم میگویند که ما زبان نیافته ایستادیم ما از عهده تربیتش نبرآمده ایستادیم چیکار کنیم چرا به فکر شما مرحمت ذاتش به میکشد هر کیم دده بوش چخیر رفتارش اویلوی چخیر بچه های زینه به زینه چخیر گیرگه میکشد دیمیم این آدم ها همش سه به تقسیم میشد یک تاش به گاو زده میستی این گوشش میدارد این گوشش میبرد دویم گروه آدم ها تو گاو زده میستی و برای سوادت به جواب دادن یا گپت به گپ گرداندن توی گوش میکند تو گفتی ایستی برده ایستاده تو گام میزند این دیگهش این سعیمش توی با دقت گوش میکند در همین فضای عقل خودش همین که گمان میکند که چه کنم که گفته های همین عملی شود گفته من میدانم که برای هر یک کودک 3 شخص بی حد ضروری در کار
چرا همین مادرها پدرها سمینارهای علاهیده نیست؟ همین ها که پسیکولوژی کودک پسیکولوژی پدراست که همین های هم میشه گفت هم رفته شنوات میگه چون سمینار نیست من متخصص های زور هستن چون نیست دندانه در میکند دندان خودت دندان خودت استماتولوگ به زیر میری با مغزش کفته میری مادر بچهش نغز میفهمد بلایم نمیفهمد مادر و کلی بچهش به زیه های اگجا میدونه و متخصص نی و روانشناس نی و حرکت بچهش و دریافت که نمیتوند که خوشش کی جونده همه بچه بازی که دست گازینت گوش نمیکنه این بدبخت من گپمه گوش نمیکند او پسیکولوژیش دیگه و اول باز داشته خوشش خودت با که دستاری کار فرما شو رفته میکند اردی ترین چیزی نمیداند من میگم که هر یک کودک به سیت شخصی معتبر سیت شخصی بزرگ ضروری دیگه هم دکار یکمش عالم دین باشد عالم دین اگه جفتی میبید وی بچه‌تان به داداش زیبه دکار روید عالم کشیند همون اگه پس که اونده انستروکسی گیرد همون اونده سر کار کند و چیزی کارو کند و مثال بگیریم یکی از خانهای پیغمبری میگیم حدیث صلی الله علیه و سلم همه خیلی بیان میکنن که الادب شجر والعلم ثمر آداب این درخت است علم سونی محصولی وی بنابراین این دوره های پیشنده وقتی که علم یاد میدادن خصوصا علم قرآن اول نشستش توری میکردن اول انتظام دکار گید قبولی همون علم به اول تیار شدن دکار گید اول با آلابانه نشسته استاده کلش خم که سروش پیشته همین حالتی زیر گشته ثانی اعوذ بالله گفته الیف به گفته ثانی میخواندید این علم گید باید این که همون یاد تید علم یاد تید علمی شریعت یاد تید دویمش خداوند تبارک و تعالی از مابین بندگانش همان شخصان را دوست می‌دارد که اخلاقش خوب باشد دوستی پروردگار دادوی بود به ارکه شدن پروردگار به ارکه شوی نمیشد دادوی بود دستش همه کار نمیبیاد پروردگار تا دستش همه کار میبیاد برای وی به دوستی کردن اخلاقی خوش پیدا کن اخلاقی خوش درجه اولی قبول دانش دویم شخصی اهم ضرور البته معلم همون معلمی که نبینید ما تیار میکنه من خصوصا همین ها کلان سال ها ما بینکا وقتی که ما میخوندیم ما در حقیقت پسیکولوژی سینو سالی خوندگی ما پیداگوگی که خوندگی در حقیقت همین معلم حضرت گفتن همش پیداگوگ نه ما متدیک خوندگی متدیک درس خودمون چه رسوندن خوندگی متدیک پریپدوانی میگفته به چه که رسوندن دکار سولی همش قبولش هر خیر من کل بنابر همین حسی همین سیومش دختور بچه ما کسال شود کیم تورید بیاد زیکی گود همونو بوده که نمیکنیم که و عقل ما میبینیم که به سلامتی بچه ما و دختوری زیر دکار این بچه ما تربیهش به معلمی زیر دکار این اخلاق آدمی گیری و همین سوالو اول سبب با اکتا علمی دین دکار من این سیت همین متعید شود همین بچه گوید کامل حیاتا تیار میشد من همین به یکون چیزی معلوم نمیشد این آرام گذشته میبرود این من سیت چیز پرقوت باشد این آرام گذشته میبرود چند تا پری خود نیواز رسته 5 تا این حالا که میدونن که 5 تا پری خود نیواز رسته این دوره گذریش 5 ماه هست این از 3-4 سالگی سر میشد 3-4 سالگی نوعی به شخصیت پیدا میشد و این نتاندم من میکنم خیره که میری ازانده مخورد نه که خودم مخورم انجام پیشته نمیتوند خودم میپشم وقتی دادوی بوشی میگیرد و حداد میگد آزرنگی ها خصوصا بچهش به ذهنماندگی لباس ها همش کشونه یک تری ازانده ماند و 500-600 تومان میسته به دادوی بوش پولش بمیسازد بچهش بندی منم یک کارو میشد بعدی به سینف شدم 6 سالگی 7 سالگی که وقتی که به مکتب دانشجو شده آمد و همه غلو که میخواهد که دیالوگ بدارد داشته وقتی هم دورم این بچه دقیق این سوالاش به جواب دیگه گفشه گوش کن میگوید هیچ که وقتش نیست که وقتی گفت زنبه و دانشجویی که نشان دادن است دکار و امیدواری تعریف 6 ساله 7 ساله هم گذشت برفت گوید انا کن گندش هم 12-13 سالش 12-13 سال یک طرف مونید اینه
از بس که زمان تیز سرعت تیز که برفساس الکه گوید این 9-10 سالگیشان دارد الکه قضا میکند الکه پریخوان این وزرش 2013 نکیم 2013 برد به وقت ماند این الکه 9-10 گوید همه به وقت 11 الکه تیار گید و چون کند گوید یگان تا گپی دادوی بوشی پسند نمیکند یگان تا گوید اینها که گوید کانترکت برفته ها خوبشی است من چیزی وعده نکند اتکاز میکند یگان بر سگ شما دیدگی می سگ همین سگ برای زی او میکند برای حمایت خودش اترس و او میکند من بچه‌ای که پدر و مادرش که دیگه سازگار نیو دادای واسه که دویم کانفلیکتنده و حمایت خودشان دیگه و حمایت خودش حمایت که داشت شان شرفش حمایت که داشت و میخواد که اعضای حقیقی اویلش باشد اینها قبول نکرد و همچون اعضا تولی خطرک تولی گپنی گپی کلانو خوش نشه حاضر اکن گوید این ترقیات پیش ببره و یعنی یک گپا هایی که گوید تحلیلش به سوالی میولش های سوالی میولی و بگوید یک تخشیلو که جواب دادن دکار و قناعتمند کنن دکار و اگر قناعتمند نشود دادی بشه دیوانه میکنه تو حالا که باید نکرد میشه گوش نمیکنه آقای پدر و مادر دانن جواب میگوین ندانن از کجا آخه مولاد زیاد دکار معلم زیاد دکار ما حاضر گفتاسی هم کنیم همین سیت هر آن کسی که یک تا عالم دوستش نباشد غریب همون همین پدر و مادرش بازی من گفتاسی که من نمیخوای پسیکولوگ و کمک درس دیدن اینها الکی اگر مصالح باشد دانش‌های پسیکولوژی که بچه معاملش به مصالح باشد اینها گفت بچهش تو اندریج رفته نمیرسد بچهش گاب نداره نمیشد چون اول خودش آموخته سانی بچه تئوری نمیکند کودکی که از بطن مادرش الکی پیدا شده آمد دونتان کی و از عالمی روح آمد و این زمانه و حالی گوید موافقت نیه و کله هاش حالی ترقی کردگی عقلهاش ترقی کردگیش نه یگانجاش نیست و آموختن دکار همین کودکیش آموختن دکار منم رسپاگی یکمش ایده دوی بباشی و همون یکم تولد شده است میشکند کودکه یک تنو زور گپ زدی من بهم گفت نیمی حیاتی من ساختگی دادی بوام گفت نیمی حیاتی دیگر موندگیش گفت رو نابود کردگی فرزندانم گفت اولش گپی دادی بوام بده روم گفت دیلنگی من نکده آرمان با موندم فقط سونی بعدی باید بچه‌مو گفتی که کده مگه خودم برای خودم زندگی نکردی هم مگه منه فهم دوستم اکن بغیر از اون کی باید دادی بوش این شکست چخی کده شکست و هم میخواد که فرزندش دیلنگیش بین شود تو کیم یگان بار دادوی وقتی بچهش گپش یکتاشونش ممکن نه تا این کانون شده 20 به 18 و دروندن زمانه ها دیگه شد که این لیکن گوی شاقوارتر گید یگان تا کلان سال اگر همین اعتبار به نگیرد اما کانفلیکت ها پیدا میشد استاد عزیز البته پس از تماشای реклама ما صحبت رو ادامه میدیم الحال بخش реклама فرا رسیده است و از وقتی реклама است بعد دیگر شبکه پیوست نشوید با سیمای مستقل یکم بمانید فرزند من نورس شد چه خیلی مناسبت کنم چنین است موضوع امروزه پیچتابی زمان و ما صحبت رو ادامه میدیم یک نورس وای پسر بچه است وای شوخ است وای نه گپی پدر و مادرش رو میگیرد نه به سخنهای استادش اهمیت میدهد تماما وای در عالم دیگر در یک فضای دیگر است با وای چه خیلی مناسبت کردن در کار چی گفتن در کار با وای که تب دلش باشد برای راست رود این بچه من خیلی هیچ کی به گوش نمیکنه بنده اعتراض درونی شای внутренний протест نمی‌باید. پس با چه کار کردن در کار؟ من معلمی نمیشدگی شاید دادای این به درس دادگی ممکن ما با این به درس دادگی من به درس دادم همون درس پروگرامی دادم چند دو همچون که من دنگیر دوتا چون کنیم میکشیم من نمیگوید این همش اعتراض درونی و یک تا معلمش رو پروتست نمیکند و پدر و مادرش هم پروتست میکند چون پدر و مادرش احوالش باخبر نه از همون دنیای امیدی و باخبر نه و گوید دلش به زی پرورش کرد و گوید پدر و مادرش باخبر شده گوید به راه کشادی بیا بچه‌مون خیلی کنیم یک گونتش نمیکند گید همین بچه ها از من گفتم که اول اینو فهمیدم دادوی بوش معلمش از که خاندان دکار نمیرد پیش به این درس همین استاد اگر دیگه راه شد و من احسن نوبلیسکی پریمیت تو میگم نکیم گپی من که نتیدم نکین این معلمای تو نخوانانیم اینهای تو پریسپسابلی بس نکنیم من چرا اید با من نمیشد چون نمیشد نمیتونم من زیادت کلیده تمام بچه هایی که حاضر هست فرمولی ضربی مختصر فرمول کاریه خواندن نمیخواد یگان تا فرمول اذیت کردن نمیخواد یگان تا سخت‌ترین یگان 4 مصرعی یک تا ربوعی اذیت کردن نمیخواد یا کنم گد همین قضیه رو میزنت نمیشد نامش زینه این نامش مزگوای لین این تنبلی عقلانی تنبلی عقل اینگید تنبلی عقل به زیاد رسوند
من صفر تکنیک آورده رسوند همین تلفن آورده رسوند همه حتی تلفن میکشد الیسا فلان که سوال کرد الان که جواب تیار اگر اینترنت کوکسان با خوشش نمیاد الیسا فلان که چت جوابش میتیاد گیت همین خیلی اکو من اینه دید این بچه گمان میکنه که عالم خودش همه چی میدونه معلم در کار نیست بشه نصیحتش در کار نیست هیچ کیم در کار نگوید حتی میگه عالم این علاقه گوید لیکن یک چیزی پشت به یک گفتگو کنه همین زیبا از من عشق بگید تون اوه میدارد مثلی شیری که عادی‌ترین است و بچه گفته میتید مایلش نخون مایلش ننویس خودم مینویسم کاتشک کلام الکترون دستگاه نیستم مضمونش مضمونش است یک گل جوش لغتش نمیدونه چون که اون لغت دورشی دیگه زبان تاجیک خونده نمیتونه کتابی تاریخ زبان تاجیک بیاد مشکل نویسیش دیگه من ویدیو خوندم من صنف پنجم میشه خوندم وای بگوید موضوع عالی میگوید بعض وقت دستو با گم کنید چون که لغتش گوید بسیار لغت‌های سخت و استفاده برداشتی گوید بنابراین بچه‌های حاضر همش داده باش دیداست که گوید زبانی روسی ساده تر و آسان فهما و همیشه وقتی بیست روسی بیدادست وقتی روسی فهمیدنش سال آسانه اینجا گید من اکن زبانی دولتی یک چیده مونده اینجا پرابلم ها مول فهمو تشکر استاد خب معلمه من بسیار میخواستم با شما مرحمت صحبت ادامه یابد مشکلات دوره همین گذشته دوره نورسی رو با ما بیان کردنتان ممکن است گفته میتونید همچون روانشناس مرحمت مشکلات دوره نورسی پیش از همه اگر گوییم اگر هر دوره موافق عقیده اریک اریکسن که 8 دوره های سن سالی رو تقسیم کرده است انمین دوره سنی نورسی این دوره است که به واسطه دوره هویت میگوید یعنی اینجا استاد گفتن پیشنهاد شدنی مفهوم منی کودک یعنی در همین زمینه سن سال که دوره گذشته میگوییم حتی خودش از بالای خودش انقلاب کردن میخواهد کودک دو گروه به جدا میشود نورسی خرد نورسی کلان صنف‌های 5 6 7 این نورس‌های خرد حساب میشوند و 8 و 9 نورسی کلان و در همین مورد کودک میخواهد که شخصیت وی را اطرافیان قبول نموده موافق همین شخصیتش مناسبت کنند یعنی کودک یا اینکه انمی نورس پیشنهاد کردنی می شود که او هم در عائله بین دیگران حقوق به معاشرت دارد حقوق به طلبات هایی که پیش پدر مادر یا دیگر نفران عائله میگذارد شدنی همین را دارد و در دیگر سمت اگر گوییم اگر همین دوره هر زینه سن سال وجه خودش مروم خود را دارد و این دوره پیش از همه مروم خود معاشرت نوکی رو یعنی کودک میخواهد بیشتر معاشرت با همسالان رو میپسندد قبول میکند و اینجا با استادم همین قید کردند که کودک بیواسطه یا نورس بیواسطه با خواهشی یا اینکه طلبات هایی که وی میخواهد زبانی همون که صحبت کردن یعنی والدین ما امروز میخواهند که فکر خودشانه پیشنهاد نموده باشند نه آنکه درخواست کودک من گویا اگر نورس باشم من در دیگر موضوع صحبت میکنم و آنها در دیگر موضوع جهان بینی درست جهان بینی هر دو دیگر یکی دیگر را میخواهد دیگر دیگر بنابر همین زیاد نوفهمی ها گوییم همین درک همدیگر آمده میرسد به طلبات ها یا اینکه همین وجه اساسی کودک معاشرت هست همین را درک نکردن و مشکلی ها هم در عائله بیشتر در همین چیز سر میزنه یعنی همدیگر نفهمی میگویم ساده کرده آسان کرده یعنی از همین همدیگر نفهمی در عائله باشه دیگر معماهای و دیگر نزاعهای باز دیگر مشکلات سر زدنش ممکن است همینجا یک گروه جوانان نشستند البته امروز شما دانشجو لیکن دیروز شمایان همه نورس بودید البته همین مرحله هایی که از ابتدا ما درباره‌اش سخن کرده ایستادیم البته از سر گذراندگی هستید بیاید من یگانه جوانی که اینجا نشستند با شما صحبت کنیم شما در خاطر دارید همین دوره نورسی شما چه خیلی گذشته است یکم لحظه آن را به خاطر آورده گفته میتونید مثلا بین شما و پدر و مادرتان همیشگی همدیگر فهمی بود یا بین شما و استادانتان معلمانتان در مکتب مثلا صنف 7 8م صنف 9م صنف خود را به خاطر آورده گویید یا صنف 10 مثلا من به خاطر میارم وقتی همین معاشرت خوب بودن وقتی انتخاب کردن کسب که یعنی که با والدین یعنی که خیلی خوب گذشته بود
که در همین وقتی همین اینه که نورسی اینه که با پدر و مادر یعنی که خیلی خوب بود. یعنی در دوره نورسی هنگام انتخاب کسب پدر و مادرتان با شما راضی بودن یا شما با آنها راضی بودید؟ انتخاب علاقه سالم بود. علاقه سالم بود. خب معلوم که دوره نورسی شما هم به فکرم آرامک گذشته است. فکر شما در چی بیشتر بیان میگردد؟ همین ناراضگی نورس در مرحله گذریش همین سن و سالی بیشتر شاید در مکتب بگذار باشد برای چی؟ در خانه دو فرزند نورس دارم. پسرم 13 ساله، دخترم 12 ساله. مناسبتی قریب که 3 خیلی مناسبت داریم. دو نورسان با یکدیگرشان تلاش میکنن، با کلانها نزاع. هر دوی وها تلاش میکنن، آوازشان بلند میشد. استیز میکنن، ستیزه میکنن. با کلانها مثلا من یا با مادر کلانش وقتی که گپ میزند، همین خیلی با آوازش بلند میکنند، حقوق طلب میکنن. من بعضا شرم دارم نزد مادر عروسم که خودی که من تربیه درست داده نتونستم، لیکن وای حقوقش طلب میکند و با من مادر کلانش آرام میکنن که گپ نزنید. حاضر آرام میشد این. بعدا میفهمانیم که حقوقش چی و آدابش چی گفته. وای حقوق طلب که دست گیننده باید که آدابم رعایت کند. این خیل مثلا کلانو دو پپیسه که گپ نزند گفته. این مناسبت کلان سالای آینه میفهمیم. خدا به شکر همین خیلی میفهمیم بچه همایه. لیکن در حقیقت وای آرام میشد. بعدا صحبت میگذرانیم. پسرم نسبتاً بی‌پرواتر وای حس میکند که وای فرزند کلانی از دستش همه کار می آید. نسبتی مثلا دو خواهرانش وای خودش کلانتر حس میکند و گویا که گپی وای روا باشد. دخترم عروس چی زود میرنجد. در رو استیز کرده جواب میدهد. این بیا مثلا من اول چی کار میکنم؟ اول حالت روانی خودم نگاه میدارم، چون که هر کس به این نمیفورد و یک فرزند خودتان که تربیه که داشتید و شما به استیزه کنندگار البته سخت میرسد. پیش از همه منم بعضا برابری وای دادگویی کنم هم اول خودم میدارم که حاضر همین آرام شود. بعدا ثانی هم مصلحت میکنیم. بعدا من این به میفهمونم که غیر از آنی که حقوقش هست این عهده داریش هم هست. این اخلاق باید رعایت کند گفته. انا همین ثانی محیط آرام که صحبت میگذرانیم. مکتب انا اکنون 33 نفر طلبه داشته باشم و این محیط تماما باز اکنون مانند لیکن اینجا با نمودهای دیگر خیلیشان های خیلی که استادان گفتن بعضی ها جدایی هم سخت آرام و وقتی که نظام میشد برای این چیزای اکن نابود نشده که یک باره اگریسی نشان میتین. اینها هم تشویش به میفرارم های اینها کتی هم صحبت کردن به نهایت از همین کلان سالا فقط همین آرامی روانه یک بار طلب میکند. خودمون اول خودمون آرام شده برابری بچه اینقدر چیوی تلاش نمی کنیم و یک بار وی آرام کده بعدا میفهمونیم. نگاه کنید استاد معلم بسیار دو مثال عجیب آوردند و شد روشن از حیات خودشان و از فعالیت پداگوگیشان مثال آوردند و اون مثالی که گفتند در عائله زیایی واقعا من معلم رو خیلی خوب میشناسم. خوب پدر قصور این کس قصورشان شادروان دوران تیمورов بسیار استاد ورزیده خدمت نشان داده بودند و دامنشان هم همچنین در ساحه تندرستی البته فعالیت بردند و بسیار یک عائله زیایی واقعا به مضمون تامش و نگاه کنید که چه خیلی تربیه جریان گرفته ایستاده است. اگر عکس حالت رو بینیم شاید در دیگر عائله اگر همین نورس انا همین گونه مناسبت نشان دهد در عائله مثلا با پدر و مادرش، بعد اگر پدر و مادر خود رو اداره کرده نتوانند آینده چی رو انتظار شدن ممکن شاید از همون نورس البته خدا نکند لیکن به جنایت هم دست زدنش ممکن یا به دیگر راه هم رفتنش ممکن. درست است در دوره نورسی که وای عقلا نمیفهمد وای دوراندیش گویم شاید خطا میکنیم چون که نورس و دوراندیش این دو کلمه ای که با همدیگر مقابل معنا بودگیستان به فکرم چون که در دوره نورسی به فکرم به درجه من و شما فکر نمیکند وای که پگاه چی میشده باشد. بنابر همین من اندیشه شما رو فهمیدن میخواستم که واقعا هم چخیل در همین مرحله نورس واقعا هم با یک شور و با تلاطم گذراندنش ممکن و در این حال پدر و مادر چخیل خودشان رو اداره کردنشان لازم.
وقتی که حضور چخیری که قاعد کردید فکرونی وای ها نیمو بوین دورندش نیستید همه چیز یکمش که این حالتایی که در حیات ما میبرد یکمش قبول کنیش و واسطه فکرونی ما میشد همون فکرونی که ما چخیل قبول کردیم همون ما هر خیل احساساتایی میتید حسیات گویم هم میشد بعدی که طلباتی همون نوراس خونی نگشت یعنی که احساساتش که کار کردن تو نیست داد میزند یعنی که یکم بردارزم میکند یعنی که میبرد اخونه این همش یعنی با عمل کردن شروع میکند این همش یکم سرشویش سرچشمش از فکرونی اگر فکرونی مو ایواسکنی یاد گیریم اگر کلان سالون یعنی که پدر مادران به این یعنی مناسبت خود رو دیگر کنیم احساساتمو دیگر میشد یعنی که ما اوجی اداره کرده میتونیم احساساتمو عملمو دیگر میشد اکنون به روزش گوییم هم رازم جایی که فکرونی جمع میشد فکرونی ها میبید این رازم یعنی که عقل میگویم یا فراسات میگویم یا تمیز میگویم اینمون چیز هستیم همون رازم که اگر ما کار کردن یاد گیریم یعنی که مناسبت ما دیگرگونی یاد گیریم ما بسیارتر حیاتمون دیگرگونی میشد یعنی که این اون چیزی که در این حیات میشد این آینه درونی ما میشد یعنی که وقتی که پدر مادر یاد میگیرد احساساتش که کار کردن عملی حیاتش هم دیگه میشه توش گپ زنی رفتار کردار همش با این فرزنداش با گرد و اطراف دیگر خیلی میشود یعنی که من گفتنی که هر یک کس باید همون فکرونیشه یعنی که روحی فکرونیشه دیگر کند حضور همین چیز گم شدگی کار کنی با فکرونی گم شدگی همه بیرونه با کار میکند یعنی که ای دوزنیشه گم کن ویشه گم کن اینشه گم کن تلفن بازشه گم کن یکم فکرونی گم کردن در فکرونی درست کردن در کار ایواز کنی یاد گرفتن در کار یعنی که وای دود زنه دو من فرزندم به دود زنم فرقیت نیسته و فرزند دود زدن این طرف است حتی دست میبردارند دیگر ایلاج نمیموند یعنی لطکوب میشود این حالت یعنی که همون چیزی که مرخایه ما گفته که من بات کنم تو بعد مکافاتی بعد پس بین من تو فرقیت چیز بگوی گفتگی یعنی که وای دود زده خواهرچش که گفت نه منم دود زده دود نزندگم و من میگوید که خیلی خدا دود میزنی من بهش دود نزن میگوید انا میخیل فکرونی مویه فقط نشینی حالتی کار ما باید ایواسونی یاد بگیریم یعنی از خانی شما چنین خلاصه که هم پدر و مادر اول اندیشه خود رو عقل خود رو ذهن خود رو تفکر خود رو باید تغییر دهد بعداً باز با ذهن و عقل فرزندش کار کند تشکر سلامت باشید مرحمت معلمه یک فکری باز عجیبی دیگر به سرم اومد در همین مرحله گذریش در دوره نورسی اکثریت همینجا شاید مرا تصدیق میکنند یک اندیشه به سر نورس می آید که شاید من فرزند همین عائله نباشم شاید این پدر و مادری من نیست انا همین گونه فکرها هم به سر نورس می آید درست برای چی همین گونه اندیشه ما هم دوره نورسی رو اثر گذراننده که هستیم بچه صنفی ده شد من با هم دو کتاس که نمیگد بعد ذاته بمیگنیم هیچ طوری نمیگد توت گم بید من یگوش که ما اینو میگد کانفلیکت نیست که نتوستیم همینه گید چه کده گید ما مثلا من همینه چه کده کردم که بچه گید وقتی که صحبت میکنم بچه زور گید فهمیشاش نقص گید چون این مادرش که میخیل من فقط پدر مادرش فیه گفت بکتم بچه تو باور نمیکنه تردید به تو دروغای میل گفتی وعده ها دادی اجرا نکردی این به کم اهمیت دادی اینو تو این حس کرداست که تو خودی که گویا که اینو نقص نمیبینی حالا من به پیش ما اومدم ممکن همجوریش نمیسیم این یگان خیلی مرتبهش نیست یعنی تو کن اونده میخیل گویا کن مادرشم پدرشم پسرم تو کلان شده ماندی من نفهمیده ماندیم دست دادیم تربیه اکن بعضی کارامو تو که مصلحت میکنم همین کارخونه رو ببرم هم تو کار شد من نمیخواد شد ما رفت کردم من همینجوری من نمیخوام دام من اینجا کردیم راو من نمیخواد شد یک گی داشت بعد باقی من نمیخوام معامله کنم همین یک گپای همین خیلی زیگکی و بچت الکی تو کدی سکیم برابر بودی که فهمت تو پایین به فراه چی نمیشی گنجات کم نمیشد آبروت پس نمیشد نه که بچه الکی سکیم باور بدارد و حیاتی مکتبیشه دنی دلنگی همو ارزوی حواسش هموش سکیم میگه مصلحت بپسد تو الکی دور کردی و مصلحت پستم بیام هم خوشش نمیاد هم میترسد یک لگه پشش شما من خیلی دیدم میترسم داده بهتون نشد شیخ بریتون دونی دیل کله من خیلی بود بنابراین هر کدوم من شما
متخصص که دیگه کار کنیم. محمد علیه السلام گفتن فرزندانتون استادان انتخاب کردگی به قدر قیمت بتیتان. قیمتش پول بنیه، به قدر قیمتش اینکه یعنی که ارزنده بتیتان استادان. اگر همین بچه مکتب سست باشد، همین بچه مکتب مثلا پیشرفتش سست باشد، حالا این معنی آن را نداند که این بچه کارناشایمو دیوم یا سعیم سورت باشد. این یک وقتش بیاد یک جاش یاور اون که آواها آبگون کده گذشته میبره بر آواها هم. فقط همین که این دست آدمی درست و فرام دستگیش نیه. استاد یک گیبی زور داد. نه همین معلم پیداگاگ گید. علم خودش به زور گید. شنونده نمیابد شنونده نمیابد. ما همجا خانش بر چندین وریانتوی خوشیلو که دوندگی سیم به درونده درس سر کنند این است که آمداست این است که پشتش بگرندگی اکیم به دکو در شما افتاد اخیرش زور بیاد میگفتد اکیم به دکو در شما همین در شما این نخواندگاه زندگی که تونستاست می یا در شما این نخواندگاه پولدار یا منصبدار نشده است من میگه پریتنزی گند زوریشه بچه‌ای باید این که همون پداگوگ اما من سیت گفتگی زیر ساحه هم پداگوگیک هم متدیک هم پسیکولوژی باید اینکه خودش به کار کند. این یک تا گفتن شوندن و کشف کردن که نمیشه. چون همین متخصص و مکتب و رفته درس نمیگیرد. معلم و اندراگوگ گفته شونگی میشه ما پسیکولوژ. اندراگوگ که معلماتی می. معلم و راه نمیگه. همین پسیکولوژ همش مکتب در کار. متدیست و مکتب بیکار بودیم. معارفانده متدیسته. و متدیست خودش که آورده. یکون چیز صد راهی تربیت بچه شده نمیتوند. به سخن پیغمبر علیه السلام اهم مبلغ گذاری اهم زر همین معلومات نکنی و معرفت نکنی فرزند است. داده و همینه داند قیمت نگوید. همون دلش با میخوردگی اهم سپسیلیستوی زیو بوده ایستانه بشه ماند پیش بکی سر خودش بیاد باید. ما یک تا آدم خوشبختی زمینی سازیم که آدمی گریش باشد. همین بچه دا آدمی گریش باشد علاقه موفقیتی ما همین. سلامت باشید. همگی یک چند دقیقه بعد دیگر شبکه پیوست نشوید با سیمای مستقلی یکم بمانید بخش رکلام را تماشا میکنیم. فرزندی من نوروز شد. چه خیلی مناسبت کنم. چون از موضوع امروزی پیچیده زمان و ما صحبت رو در استودیو ادامه میدیم. تشکر. پیش از همه سینی نورسی را نظام گنجینی میگوید که این سینی گزارش می باشد. در سینی نورسی نورسان خیلی هم حساس می باشند و تون مزاج می باشند که در این وقت پدر و مادران با آنها دوستانه مناسبت نمایند. در همین وقت در بین آنها کانفلیکت یعنی ضدیت ها به وجود نمی آید. وقتی که در این حالی این یا آن مسئله نوروز فکر خود را پیشنهاد می کند از طرف والدین دستگیری کرده شود. وقتی که دستگیری نمی شود در همین وقت یک دیگر نافهمی ها به وجود می آید و نوروز به مناسبت های دغلانه یا اینکه اگریسوری میگوییم به همین حالت های منفی دچار می شود و خوب می شود از طرف والدین هر یک فکری نوروز رو دستگیری نمایند و دوستانه مناسبت نمایند. تشکر برای پیشنهاد. سلامت باشید. مرحمت. به فکر شما چی؟ فرزند من نوروز است. چه خیلی مناسبت کنم؟ سوالتون به همین که البته فرزند عزیز لیکن آدابش از وی هم عزیزتر است. خالی معلومه که هم یک مثال آدمی بیارم. هم یک دو سه روز شد یک نیبرچم گفت که ما با سمکی نو خریدید. من چهارک بهای 5 که ادا کردم سمکی نو خریدید. نیبرچه صنفی چند؟ دوم صنف میخونم. ایش میگوید که اون سالنگی سمکه های این در کنی سمکش درست. رفته 80 تومان سمکی نو خریده آدو دادم. چون که بچه شخصش نگردانم. چون که همش 5 که تمام کردگی. برای همین چیزی که این جنگ وقتن خیلی اصلا این چیزا پسیکولوژی معلم هایان موقع خود گپ زدن مثلا و نه لیکن همه وقت فرزندای بچه‌های هم تو آشنای خودتون یا اینکه همین هم دوستی خودتون با این چیزی گفتن همین خیلی مناسبت کرد. اول چهره کشودگی در کار ما گمان میکنیم که همین بچه‌ها هیچی نمیفهمند. بچه‌ها اینقدر چیزهای میفهمند که سرش الکی 20 ساله 30 ساله کارها پر سرش بود. بالخصوص حاضر وقت به حیرت به میمانی چون که با تقاضای زمان رفتی زمان که اینقدر بچه ها دانا که حتی بعضا همه فرصت میشد که همه سوال جواب بکند که حیران میمانید. برای همین فقط مناسبتی درست در کن تمام. دوم درجه خیلی سرشان معلم استاد گفتن
فطرتی تو جذبه دارد بلند، عقل و هوش از اسوه زهرا مبند. تا حسین شاخی تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. سری کاری ما همش شروع شده دست نکن. ذات بعضی با میگم که این همون ذاتش میرد، اینش میرد. درست تربیت نااهل را چون گردکان در گنبد است. وقتی که مثلا وایساد اگر ویران باشه دیگه گپ زدین نصیحت کنید چه خیلی که همین بالی گنبد به سقای میمانید نمی ایستاد همین خیر. همین ذات به هم شروع شدن در کار که این بسیار زیاده از 40-50% همین کار از همین وابستگیش کنه. خیلی با پسیکولوژا بسیارتر میدونن. برای چه از سر سگ از سگ سر میگویم. و این کاری پروردگار خداوند در قرآن میگوید که در سوره لقمان آخرین آیت میگوید که 5 چیز غیر از من دیگر انسان هیچ کس نمیدونه. یک تاش میگه فرزند اگر کلون شد دیگر بدبخت میشد یا دیگه بخت میشد. این کاری پروردگار است. لیکن با وجود میان هش این کاری خدا است. بیشتر البته. خودش دانا باشد ما با این پیرا زیاد کار ما با این پیرا زیاد کار. من اینا گفتم که ما استعفا برارید در استودیوتون. گشت اینجا دعوت نکنید. به پیر مرات درمونی. نه دیگه کدوم یک شمایون؟ از یک شما میگم. همین کریلوان یک تا بسنیه شد دیره به نومش. اگر شما همین خوشندگی باشتون بسته بس. اصلاش بچه تربیت زیرش افسانه که تربیت کردن. چون گیدا obraz به دروندنش دکار. همین بچه‌ها کن فرقش نکردن سینیسول و به obraz به درود تونیت و قول کنید گفته استید و این حرکت خودش بدنش جمعیتی سر حرکت کند. موسیقی جاز ماند بدیش می جمعیتی که سخن به همین خیلی کند. درود obraz به. سونی و قبولش زور میشد. همین یک تا درخت جنگل به میساب زیده سو این نورس بس گیدی اطرافشنده درختای بسیار ساله 100 ساله 120 ساله کلام بس و هم ایهات که دیگه گفتیم درخت بسیار برونسوس همین لسروب میگن گذشته برفته ایستاد میگد که حسابیا اینو بمیرد نه آسمان دیدم بمیماند نه آفتاب دیدم بمیماند نه باران بهره بودن بمیماند این درستی اگر تو اینهای حاضی بری من شکایتی من بر من یک خط قامت افراخته جای همه همینه میگیرم یک تا خودم همه یکی کارشو میتیم سایه میتیم خوب شده است مگه لیسه رو همیشه میبرد یک تا هم به جا کلا میماند آفتاب بلند میشد برگش میسزاند ابولا گید بارانی مول میبرد افشتش گید یک تا شمال میبرد درخچه نیست این یاشا نمیداند که این مسفیدا حمایتگری و ها ما سال شاخش بزده نیستیم سالکه بزده نیستیم چرا باز زیر پشتن دیده باشد اینها سقای بالی کوپله من میشه میستدگی اینهای قبیدن قیم کدام طرف خواهتم طرف غرده میبرد چیکار کنیم چه خیلی مناسبت گیریم با همین نورسان که واقعا هم همین دوره نسبتا آرامتر گذرد ممکن است من کاریازی من ختم کننده رساله ختمی من موضوع نورس است حاضر نورسانی دشوار موافق مشاهده های من مثلا من مشاهده کردم خواندم مواد گفتم اساسا میبینم محیط تاثیر میرساند بسیار ترسانی مخصوصا والدین عائله نورس این در زمانی قرار دارد که مثلا وای نه کودک حالا علاقه وای کودک نیست نه که حالی وای به قطار کلانسالان هم داخل نیست وقتی که وای بین کودک‌ها میرد وای با آنها معاشرت کرده نمیتواند مثلا لیکن وقتی که بین کلان‌ها میرد مثلا در عائله فکر خودش را گذراندنی میشود مثلا کلانسالان میگن که تو حالی معده قش نشو مثلا لیکن وقتی که اگر نورس یگان خطاگی ظاهر میکند نشان میدهد اینکه قدرت مثلا دراز شدگی عقل و فراستت نیست مثلا همین خیلی حالت های دیده میشود نورس نمیداند که خودش کدام مثلا کجا و خودش داخل کردن نمیداند مثلا بعد معاشرت پیدا میشد و خواهش میل به معاشرت پیدا میشد در این وجهی نورس همین است و همین حالت های مثلا میرد همسالانی خود به نقل میکند دوگانش به مثلا نقل میکند کدام محیط به میفراد اگر دوگانه های ویم مثلا همین خیل نافهمی ها باشد در عائله و هم همین خیل حالت ها باشد نادرست حالت ها باشد اینها مایلشان به همون نورسانی دشوار میگویند یعنی که بسیار
دشوار میگذرانند همین دوره را. اگر وی به محیطی مثلا اویله های گوییم مثلا درست نورس را میفهمیدگی، هم خیل اویلاکتی هم صحبت شود، هم خیل همسلاکتی همراه شود، وی باز هم مثلا خوبتر به طور معتدل همین سن سال را میگذراند. خب چه خیلی مناسبت گیریم با نورسون که واقعا هم آینده پشیمان نشود، نه خود نورسون نه پدر و مادرش. دوره نورسی هر یک شخص به هم از طرف پدر و مادر و هم از طرف همون مکتب معلم هایی که درس میدن باید دستگیری کرده شود. سونی بعدا ما میگوییم که من این کار کن گفتم تو نکردی، همین خیلی گپ ها میشد و میتواند در همین حالت پرینسیپ هم کار کند. یعنی عکس همون چی برخلاف همین گفته های کلان سالان عمل کردنش ممکنه و توجه ظاهر نکردنی پدر و مادر یا اینکه معلمان مکتب. فهمم. مرحمت معلمه. مرحمت. خوب میشد در همین زینه سن و سال توجه پدر و مادر به میگوییم که نورس موافق به سن و سال باشد و این میتواند شامل نگردنی همین نورسان به گروه های رفرنتی. یعنی گروه های رفرنتی همون گروه هایی که در اونجا سن و سال، طلبات، موضوع معین وجود ندارد. چگونه که نورس هست، چگونه که شخصیت هست، همیشه قبول میکنن. بنابر همین خوب میشد موضوع معاشرت با کودک نه و خواهش خودشان بلکه همین با خواهش نورس صورت گیرد. اینجا من میخواستم پیشنهاد شما رو برای هم والدین هم استادان شنیده باشم چه خیلی پدر و مادر یا خود آموزگاران با نورس مناسبت گیرند که واقعا هم پیش از همه آنها نورس رو شنیده توانند، نورسان کلان سالان رو گوش کرده توانند و در نتیجه همون مرحله که نامش یک دوره گذریش سن و سالی نورس است، همون مرحله آرامتر به یگان خلل واقعا هم خوب به نقصان پس سر شود. چی پیشنهاد دارید؟ سلامت باشید. یکمش اینکه پدر و مادر باید خودش همون مرحله اول گذارد. شما سوال دادید که چه خیلی مناسبت کنیم. من یک برنامه دارم трудный подросток. نام برنامه میخیل نورسی دشوار تربیه. خدا نکنم سیت زیاد نورس دست ما گذاشت. همین نورسایی که پدر و مادرش میگن که معلم ما اینو هیچ کار نتونیم سوسیم. اینا گیرید تربیه کردید. من میگم یکون ما تربیه میکنم. وقتی که من میشنم یکم سوالی میداده که مقصد هست می من هم تکدیشتاس سیکینگ شده میشد. ها معلم یک مقصدم هست، یک حواسم هست، گپزم. همون صحبت سر میشه. وقتی که خیلی که استاد گفتند شما که خلاصه برایتون، وقتی که شما فرزند میپرسید که تو مقصدت هست می، حواست هست می و علاقه خودش فردی کامل حس میکند، میگه که میشد است کو من سینو سالم به نگاه نمیکند. چه خیلی که من دختر رو گفتن تو خورترک دانت پوجوین که تو قدرت همه خودی حالم عقلت نیست است. نه فرقش نه تو چند ساله، 14 ساله هم اومد، 12 ساله هم اومد، 9 ساله هم اومد، قدش 1.80 پدر مادر نمیدونه چی کار کردن. مقصد هست هم مقصدم هست. صحبت میکنید و دوست میشید. همین خیلی که میگن اینسترومنتی مناسبت. مقصد هست هم مقصد هست. صحبت میکنید. وقتی که ما به زن میزنند اساسا مادرها پدرها زن نمیزنن. پدرها میگه که ما خودم پسیخولوگ. من میگم که ما با پدرش بیارید. پدرش اگوشش قبل بیارید من به برای اینکه پسر باید پدر تربیت کند، مادر نه. مادر باید دختر تربیت کند. پسر پدر تربیت کند، مادر یک آزمایش میکنه، یک گویم ملایم گپ میزنه. دختر مادر سخت تربیت میکند، پدر یک ملایم میکند. مادرت تو یک زنی شدنی شاه میگه. دیگه که پدرت تو یک پسری یک پیشی بازار شاه میگه. وقتی که مقصد میپرسیم و کشاده میشد صحبت میکنیم. من میگم که پدرش وقت جدا کنه. نه پدرش وقت جدا کنه نمیتونه. پدرش وقتش نمیگه. مایلش نباشد شما بی پسر میمونید. چه خیر چیکار کنیم؟ صحبت کنید. چه خیر صحبت کنیم. من پسرم که صحبت کنه نمیتونه. شینید یک شахмат باز کنید. چه خیر شما وقتی که شахмат بازی میکنید همین هوشش که بند شد حالا زیر شور کشاده میشه. شما اونجا صحبت میکنید. پسرم مقصد چی؟ مکتب چی؟ دوستات کی؟ یگون دختر دیدوسی معقول کدوسمی؟ یگون پسر تو سخت گپ زدمی؟ معلمت چی درس داد؟ صحبت میکنید. لیکن هوشش بند میکنید یک بار.
سری میزی تمامخوری میشینیدون وقتی که تمام میخوره تمام صحبت میکنید یک تمام میگردو پسرم مکتب چل گذشت و تمام خودت و الکی فیلتر نمیکند گپشه و دروغ نمیگوید و معلومات بودو شدهش که میتید وقتی که هوشش بند همون момент قبیدن درگو و دوست شدن درگو یگان دا پدر پسر بمی دوی کند پسر کشوده نمیشد بعضی پدران بخشش فکر شما رو پراکنده نکنم بعضی پدران پسران خود رو همچون رقیب حریف نمیدونم کیم چه قبول میکنند وقتی به بلاغت میرسد همین خیلی برای اینکه نمیتوند مناسبت کنه حتی من چهارم فرزند رو فهمیدم که من پدر چهارم فرزندم خدا با شکر که پدر و مادر هستن و چخیل که استاد گفتن یک درختای کلون بو گیدامای روسکه سه فرزند من پدر و مادری من کدی کلون شد چهارمش من فهمیدم که پدر شدن آسان نبوده است همسر شدن من چیل گذاشتم بعد فهمیدم که همسر شدن آسان نبوده است گوش کردن زنک احتیاط کردن که وای پیرانسالی دستی هم بمونیم ما فرزندای دوست اپایا شدن که کلون شده گناده زنش گفته گریخته نبرود پول گفته گریخته نبرود افیسال نیاخته همون بخار شود برای همون معنی که قرآن به میخواد گفتگی نکن قرآن به گوید یا برای عدو سر کده که گوید دوت زن فانکه و مطابل اجاک گوید فانکه و مطابل کن من النساء مثنا بس عدو یکم زن نیست این موضوع دیگه من حاضر اگر تمام نکنم من تمام نکنم این حالا که دیگه فهمیش برفته این خیر نه گپی من نگید من فهمیش خود میگم من قرآن به دگریسته نمیشه هر یک مرد باید اینکه 4 تا زن اودکدن به تیار شود سونی یک تکت زندگی کند 4 تا زن که اودکد زندگی میکردن به آکدام جهت پول مالیوی قوت کم و باید اینکه عقلی رسوی هم داشته باشد و دیپلماتی زیرش باشد و پسیکولوژی زیر باشد همین زنش آموزد و باید اینکه 4 تا زنه که اودکدن به اهم جهت تیار باشد لیکن یک تاشه گوید دوران که یک تاشه که زندگی کند چون که وای زنی که من یک تا بوده که دویمشی گفتاست که بختاش به میسه زد گوید ولی که مناسبتش دیگه میکند و محبتاش خط میزند اگر دویمش پیدا شود لیکن هر یک مردی مویم باید اینکه بچه های حاضرنگی هم 4 تا زنک همه جهت به آماده کنند اگر 4 تا کدن به آماده معنی گپی من 2 تا 3 تا زنگیرتانه این کیفیت همش یک زنک همش یک اول یک چه دو کنتان یک چه تاجی سر کنتان من به بچه های شما بهترینی بچه ها میشد همین اصلش محبت در عائله اهم پدر و مادر سر میشد محبت که تولد شدگی بچه ها دیگه بی محبت همش دیفکت اسمش به نگاه نکنتون دیفکت مرا هم کالشان دیفکت همین بیت که همین خواهش بسیار هم جریان محبت کردی اگر یادش که خاندار شریک باشد این کوچول داشته آله گفتگی با خطچه نوشتن ضرور نه همین نکاح که اسلام هر دوشو گوید مهر و محبتش هم خیلی میتوند یکم دفعه دیده پگروز بزنشو خیسته علاقه محبت بگده میتوند دخترها محبتتون برای همان شخصی که حالی معلوم نیست و تقدیر شما است برای همون احتیاط کنید همون پسرها شما هم خیلی من بسیار میخواهم که بچه های ما حاضر جوانای ما دخترای ما یکگان سپتفته نمیشد جای این به پدر و مادرش تربیه کنده کن معلمش تربیه کنده کن گیدو اطرافش تربیه کنده کن بچه ها حاضر دوران تکنیک به همش آماده 2 سال 3 سالش پروگرام ناو که میتوند تلفن میتید بعضی امن دایره که میتید ترقیاتش زیر این ها یک چیزی قیمت بهایی بسیار نازک هستند که هم پدر و مادرش آچه گوش بیتین که اینها احتیاط کنه ما نخواهد تشکر سلامت باشد علیمه احمد پیشنهاد شما من میخواستم انمین در سخنهای جنبسته گفته های شاعر بزرگ نظامی گنجوی را خاطررسان کنم آن روز که تو 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی اکنون که به 14 رسیدی چون سرو به اوج سر کشیدی غافل منشین نشین وقتی بازی است وقتی هنر است و سرفرازی است دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرد روزت از روز ما باید به اندیشه من در هر حالتی که نباشد با کودک یک
روح و روش معین را یابیم، گرچند که وی دشوار تربیه باشد هم، گپ‌های ما را گوش نکند هم، با وی یک معامله نیک کرده وی را وادار کردن در کار که در تعلیم و تدریس را در یک سمت گذاشتن در کار. محض در نتیجه تربیه خوب کودک تعلیمی درست گرفته میتواند. این اندیشه های شخصی تشکر. سلامت باشید. و پیشنهاد دارید مرحمت گوش میکنیم. همین هر یک اولند سیستمش های اونی از اول سیستم پیدا میکنه، دیسیپلین правила پیدا میشه. هر یک پدر مادری که یعنی نظام قاعده و قانون خود را دارد. فهمیده در آورده میمونه معاشرت میشه با دوزنی یک چی طلبات خودش با یگان غضب و فعل و خفشوی همین نظام های دیده برآمده از نو دیگرگونی در آورده با یاردم همون نورسی که اکنون فهمیش دارد اکنون با بلاغت است همون که تشته نظام های در آورده همون چیز ریای کردنش در بیاد. تشکر. برنامه امروزه رو از سخنهای متفکر بزرگ محمد غزالی یادرس شدنی هستم. فرزند در دست پدر و مادر امانت است و دل فرزند نفیس و نقش پذیر بوده هر نقشی که به او گذارید چون مشک به خود بگیرد و چون زمین پاک است به سعادت دین و دنیا رسد و پدر و مادر و معلم در آن ثواب شریک باشند. اگر تخمی بدی افکنی و او را به حالش گذاری و به هر چی خواهد نشیند هرگز از وی امید نیکی مکن. با امید آن که فرزند ما بوغ پدر باشد نداغ برنامه امروزه را خلاصه میکنیم، جنبست میکنیم. برای مهمانان عزیز برنامه امروزه باشد برای تشریفشان سپاسی به اندازه. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر.